بسم الله الرحمن الرحیم. سورة اللیل مکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل و قسم است به شب، اذا یخشی وقتی که بپوشاند، و النهار و قسم است به روز، اذا تجلی وقتی که درخشش و روشنایی کند، و ما خلق الذکر والانثى و قسم است به او ذاتی که خلق کرده الذکر مخلوقات مذکر را، والانثى و مخلوقات مؤنث را. کلش مخلوقات الله هستند، مذکر و مؤنث. ان سعیکم، یقینا که سعی و تلاش شما که است، لشتا مختلف است. پس اما من، کسی که اعطا مال خود داد در راه الله، و اتقا و تقوا کرد و پرهیزگاری اختیار کرد، و صدق بالحسنى و تصدیق کرد به سخنان نیک، به قرآن و سنت، فسنیسره للیسری، الله متعال زود است که ما آسان بکنیم او را رفتنش بر راه آسان. و اما من، کسی که بخیلی بکنه، و استغنا و خود استغنا بده، بگوید من نیازی ندارم به قرآن و سنت، و کذب بالحسنى و تکذیب بکنه به سخنان نیک، فسنیسره للعسری، الله متعال میگه باز بر از او آسان میسازیم راه های سخته که به طرف همی گمراهی ها بره. و ما یغنی عنه، و فایده نمی کند از او ماله و مالش، اذا تردی وقتی که او در گور یا در قبر گذاشته شود. ان علینا للهدی، یقینا بالای ما هست، للهدی رهنمایی، و ان لنا و بر ما هست، للآخرة آخرت، والاولی هم دنیا. فانذرتکم، پس ما می ترسانم شما را، نارن از آتشی که تلظی شعله ور می باشد، شعله هایش اما در جریان است، لا یصلاها داخل نمی شود در این آتش، الا الاشقی مگر انسان های شقی و بدبخت. کی است انسان شقی؟ الذی، او شقیه که کذب تکذیب کرد، و تولی و رو گردانید، و سیجنبها الاتقی، و ما ایره چی میکنیم؟ دور میسازیم یا جدا میسازیم یا اجتناب میدهیم از این عذاب دوزخ. کی را؟ الاتقا، انسان بسیار با تقوا را. کی اسی اتقا؟ الذی، کسی است که یؤتی ماله، که مال خود در راه الله میدهد، یتزکا تا که خودش پاک شود. و مال احد عنده من نعمه، و نیست پیش از او، و مال احد، و نیست از هیچ کسی، عنده بنیز از او، من نعمت کدام احسان، تجزا که عوض و پاداش از او برش داده شود. یعنی برای هیچ کسی هیچ چیز را نمیته، الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، مگر برای چی میته؟ اگر برای یک کسی کدام نعمت را میته، از او پاداش نمیخواه، بلکه چی میخواه؟ ابتغاء وجه ربه الاعلی. باز این میته بر از این نفر نعمتهای خود، مال خود مصرف میکنه برش، طلبش چی هست؟ به خاطر ابتغاء هدف وجه ربه، رضایتمندی ربش، به خاطر یعنی بروی الله ایره میته، به خاطر الله ایره میته که بسیار الاعلا، ذات با عظمت است. ولسوف یرضی، و ان شاء الله تعالی ایره قبرش و در روز آخرت ای راضی میشه از آنچه که اینا عمل کردن.